رونالدو چند وقتی پیش توی یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که من بعضی وقتا ساعت فیک دستم میکنم، اما هیچکس متوجه نمیشه ساعت من فیکه. همه فهم میکنن اصله، چون ازم انتظار ساعت اصل دارن. جالبه نه؟ یعنی خود طرف اینقدر شخصیتش گرونه که اگه کل زندگیش هم ارزون باشه باز مردم اونا رو گرون میبینن. طرف ساعتش فیکه ولی خودش اینقدر برند و شخصیت گرونی هست که اگه یه چیز ارزون هم داشته باشه خودشونو گرون میکنه. بعد یه سریا رو از دور میبینی طرف پرستیژ، جایگاه اجتماعی خوب، لباسا همه گرون. وقتی میاد نزدیک 2 کلمه که صحبت میکنه اصلا همه اون پرستیژ و جایگاه و همه چی، همه اون پول میریزه. با خودت میگی اصلا به چشت نمیاد، با خودت میگی کاش فقط ساکت شه، کاش فقط خفه شه. به قول یه عزیزی چقدر قشنگ میگفت، گاو وارد قصر شه گاو شاه نمیشه، قصر طویله میشه. جا به آدما شخصیت نمیده، آدمان که به جا شخصیت میدن. حالا یه سریا فکر میکنن لباس و خونه و ماشینشون رو عوض کنن شخصیتشون هم میتونن عوض کنن. نه خیر، شخصیت باید تو ذات آدم باشه. خر رو تا بغدادم بتازونی اسب نمیشه.